دادکست. هر کیو دیدید که انگ و ننگ به این و اون میچسبونه بدونید خودش این کار است. یه کسی به امیرالمومنین گفت این فلانی چشچرونه. حضرت فرمود برو خودتو اصلاح کن، تو خودت هم چشچرونی که چشچرون میشناسی، تو خودت این کاره ای. حالا ما خودمون خیلی مبتلا هستیم به خیلی کارا که به همین راحتی اینو اونو متهم میکنیم. ولی آدم مومن که پاکه همه رو پاک میبینه. قدیمی ها چقدر قشنگ جواب میدادن، چقدر قشنگ حرف میزدن. یه وقتی به یکی میگفتی آقا من شما رو خیلی دوستتونم، شما خیلی بزرگوارید، میگفت چشاتون بزرگوار میبینه، خودتون آقایید که منو آقا میبینید. یه